با سلامونه او نوکي خیلی مو هرکلی کوم ګرانو محصلینو قدرمن استاد او همدارنګه خواږو میلمنو خدای دې وکړي چې ټول راته روغ جوړ د صحت او عافیت په جامو کې اوسئ لکه څرنګه چې تاسو پوهیږئ زموږ د انکالوژي د ورکشاپ نن دوهمه جلسه ده چې په تېره جلسه کې موږ د انکالوژي په هکله کلي معلومات ترلاسه کړل او ډاکټر صاحب هم زموږ سره و او ډېر په فصیح او ډېر په عالي شکل سره یې له تاسو سره لومړۍ جلسه پیل او همدارنګه پای ته ورسوله. نن موږ د انکالوژي د ورځني ورکشاپ په دوهمه جلسه کې یو چې تاسو ټولو ته بیا هم د زړه د کومې ښه راغلاست وایم. خدای دې وکړي چې دا جلسه هم ستاسو په علم کې یا زیاتوالی راولي او یو څه ترې نه زده کړی شئ. نو وخت به نه ضایع کوو او استاد محترم ته به په ډېر احترام سره بلنه ورکړو تر څو چې زموږ د انکالوژي دوهمه جلسه هم په خیر سره پیل کړي. نو استاد محترم که زما اواز له ځان سره لرئ نو مایک ستاسو په اختیار کې دی، مهرباني وکړئ او د یاده مې ونه وځي چې د سیمینار په آخر کې تاسو کولی شئ چې خپل سوالونه هم مطرح کړئ او له استاد څخه علمی او بنسټیز ځوابونه ترلاسه کړئ. پس استاد گرامی اگر صدای مرا دارین بفرمایید، مایک در اختیار شما، مهربان. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما محصلین گرانقدر، دکترای گرامی. امیدوار هستم که یک هفته یک سپری کردین همه شما با اعضای خانوادهتان صحتمند بوده باشین. در نخست سپاس از تبصره های نیکی که بر ما رسید. البته تلاش میکنیم که طوری صحبت بکنیم که بر شما قابل فهم باشه. در غیر از اون بخش آنکولوژی بخش دشوار است که فهمش هم یک مقدار نیازمند مطالعه بیشتر است، اما به هر صورت کوشش میکنیم که طوری بر شما توضیحات شود که حداقل یک معلومات عمومی در رابطه با آنکولوژی مخصوصا کانسرها داشته باشید. مسئله دیگه ای که شما در لکچر گذشته در رابطه با تاریخچه آنکولوژی، تاریخچه امراض سرطانی و همچنان بعض معلومات اضافی را در رابطه با برخورد با مریض، در رابطه با اسکرینینگ، در رابطه با یک مقدار مسائل دیگه شما مطالعه کردین یا خواندین. عمدتاً کسی بر ما بگوید که بر آنکولوژی کدام تعریف دقیق است یا کدام رشته است یا رشته از طب است که کدام مسائل میتونه مورد مطالعه قرار بده. فقط کوتاه از تبصره اضافی خودداری کنین که وقت ما چیز نشه. فقط بگوین که آنکولوژی رشته است که اینی مسئله و اینی مسئله را مورد مطالعه خود قرار میده. بفرمایید حضرت الله. تشکر استاد گرامی. محصل همکاران گرامی، مایک محصل عزیز ما آقای حضرت الله را باز کنید تا که سوال استاد پاسخ بدهید. سلام خدمت جناب استاد و همکاران گرامی. آنکولوژی شاخه‌ای اصلی است که با تشخیص همچنان تحقیق درباره سرطان تشکر. عمدتاً آنکولوژی بخش همونطور که دکتر گفت تشخیص مرض، یک تداوی مرض و عمدترین مثلا مراقبت بعدی مرض مورد مطالعه قرار میده. پس شما میخوانیم که مریضای آنکولوژی مدت زمان طولانی مدت یا مدت زمان طولانی نیاز به این داره که تحت مراقبت دکتر آنکولوگ قرار داشته باشه. چرا؟ برای اینکه امکانات پیشرفت مرض، نتایج تداوی و امکانات نقص مرض وجود داره. یعنی نمیشه که مثل یک مریض سینه و بغل واره وقتی که مریض آنتی بیوتیک گرفت و سولفیش و تبش و نفس تنگی و گپاش خوب شد، پشت دیگه باز علاج بتیم. ما مریضای آنکولوژی ممکن است که سالها، 5 سال حتی تا 10 سال باید تحت مراقبت دکتر آنکولوگ باشه. بنابراین از اینجا ضرورت است که ما باید بر آنکولوژی یک بانک اطلاعاتی داشته باشیم که متاسفانه در کشور ما وجود نداره این مسئله. یعنی نیازمند از این هستیم، اما اگر شما آنکولوگ میشین باید که این بانک اطلاعاتی رو پیش خود حداقل داشته باشین. مریض چه وقت آمده، چه تشخیص شده، چه تداوی شده و چگونه مراقبت شد. برای اینکه بعدا با شما میخوانیم که مراقبت مریضای کانسری، مریضای آنکولوژیک در سال اول هر 2 ماه بعد یا 1 ماه بعد 2 ماه بعد، در سال دوم هر 3 ماه بعد، در سال سوم، در سال چهارم، در سال پنجم این مراقبت باید صورت بگیره. دکتر که این رشته را پیش میبره بخش آنکولوژی را، اسینا جان بر من بگوین که به نام چی یاد میشن؟
سلام علیکم استاد محترم. هدفتان ما هستم. بله 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 دستان بالا بود. همون دکتر که سرطان مطالعه قرار میده آنکولوژیست میشه. بسیار عالی، دقیقاً آنکولوژیست یاد میشه. ناهید بر ما بگویم که آیا آنکولوژی مثل جراحی یک بخش عادی است و یا ای که به تخصص بیشتر و یا فوق تخصص ضرورت داره؟ کافی است که شما بعد از یک فاکولته را خلاص میکنید آنکولوژیست شوین و یا ای که شما پیش از اینکه آنکولوژیست شوین باید یکی از پرنسیپ های جراحی یا داخلی عمومی را بخوانین و بعد از یا آنکولوژیست جراحی شوین یا آنکولوژیست داخله شوین؟ کدامش درست‌تر است؟ و آنکولوژی از کجا آمده؟ این واژه دری است، واژه پشتو است، واژه انگلیسی است، فرانسوی است، جرمنی است، چی است آنکولوژی؟ کی میگه ایره؟ بگوین حمیدالله جان بگوین. حمیدالله دستشان بالا است. حمیدالله را مایکش باز بکنین که پاسخ سوال بگوین. آنکولوژی واژه از کجا است؟ و بله بفرمایید. بفرمایید دارم صدایتان. ببخشید جناب دکتر صاحب، همین سوالی که گفتین در مورد خود آنکولوژی که آیا یک بخش تخصصی است و آیا هم یک بخش عمومی؟ امیره؟ بله بله بگوین. امیره بگوین. بله درسته جناب دکتر صاحب، ما خوندیم آنکولوژی اول باید یک شخص پرنسیپ عمومی را بخونه، بخش طب عمومی را باید بخونه، بعد از اگر بخونه که آنکولوژیست شود باید دیگه در بخش تخصصی و فوق تخصص باید بخونه. به خاطر از اینکه گفتیم که آنکولوژی یک بخش تخصصی و فوق تخصصی در بخش طب میباشه. با شخصی که میتونه واژه آنکولوژی از کدام زبان آمده؟ واژه آنکولوژی از کدام زبان آمده؟ دری، پشتو، انگلیسی، فرانسوی، اردو، آلمانی، روسی، چی از کدام زبان آمده اید؟ آنکولوژی. واژه آنکولوژی از زبان لاتینی واژه آنکوس گرفته شده، معنی کتلات بدن. بسیار عالی، بسیار عالی. مرا خوش ساختیم که حداقل چرا که دادیم فهمیدین بعضی بپاره. خب بر من دکتر صاحب صفورا بگویم که کدام کارسینوماها را ما میتونیم که کارسینومای مهاجم بگوییم؟ استاد کارسینوماهایی که از مخاطی منشأ گرفته باشه و یک داشته باشه ما میتونیم او را مهاجم بگوییم. غشای مخاطی. خب شما خواندین که کارسینوماها یکی مهاجم هستند و یکی غیر مهاجم است. غیر مهاجمش یا کارسینومای اینسیتو هستند. سرطان است اما اینسیتو است. اما سرطان هایی است که در محل خود قرار داره. هنوز از کجا اینو تفریق میکنین که کدامش مهاجم است و کدامش اینسیتو است؟ اینا وحیده جان بگن که چی هست؟ کدام کارسینوما مهاجم است و کدام کارسینوما اینسیتو است؟ کدام ساحه را باید عبور بکنن یا اون ساحه را اگر عبور نکردن از کدام نوش هستند؟ خب کسی جواب نداد. بر ما دکتر عتیق الله استاد مطلب مزایمه بفرمایید. بله ها بله استاد پس یه ځل خپل پوښتنه تکرارولی سئ وبخښئ. گفتم که کارسینومای مهاجم و کارسینوماهای اینسیتو را نظر به کدام تعریف میتونید که یادآوری بکنید؟ یعنی کدام قسمت ها را عبور بکنه و کدام قسمت ها را عبور نکنه؟ از این دو نوع با هم فرق میشه. بله استاد، کارسینومای مهاجم یا د هغه کارسینوما یا سرطان دی چې د بیسمنټ ممبران څخه تیر شوی وي، یعنی نسجونو ته خپور شوی وي چې د خپرېدو یا اسسمنټ خطر لري. بسیار عالی، بسیار عالی. اگر غشای قاعدوی یا ممبران بزل عبور بکنه همونطور که دکتر صاحب گفت از جمله مهاجم و اگر عبور نکنه از جمله کانسرهای اینسیتو هستند. عتیق الله جان بگوید بر من که چه سندی وجود داره که در مورد شناخت کانسرها که از کدام زمان این کانسرها را شناختن یا کانسر از کدام زمان شناختن و
چه سند برای سند در کجا هست؟ در کدام کاغذ نوشته است، در کدام کتاب نوشته است، در کدام عتیق الله. سلام علیکم استاد محترم، خدا کنه که جور صحتمند باشین. ما سرطان که خودش ما بدون و تقسیم کردیم، ما گفته بودیم که سرطان هایی هستند که از مسیر خود از تغییر کنن به دیگه جای منتقل شوند، که بازوار ما مهاجم گفته بودیم و یک اینستیتوت بود که ما گفتیم که از جای خود مثلا منتقل نشده باشه به جای دیگه. و خود سرطان که ما تعریف کرده بودیم که هر حجره که از حالت نرمال خود به غیر نرمال دور بخوره ما خودش باز به نام سرطان چی میگفتیم. باز به خاطر ذکر تعریف شما کرده بودیم که اونکوس به معنای تورم یا پوندیدگی بود که لوجیش بود مطالعه در بخش مطالعه از بخش از مطالعه باز میکرد. بسیار میبخشید استاد که من از بون فاصله مشکل دارم. خواهش میکنم پشلو بگوین، مشکل نیست. سوال ما درک کردین و دوباره تکرار کنم. سوال من دیگه چیز بود. سوال من این بود که چه زمان فهمیدن در مورد سرطان معلومات پیدا کردن و در کدام سندی را نوشته کردن و چی نوشته کردن. گپ بسیار مهم است که بفهمین این مسئله را. ما میگن تاریخچه‌ش میگه که از کدام وقت شده استاد محترم، یا میگن از کدام وقتی را میشناسن؟ بله ها. یا بگوییم که در مورد سرطان ها از کدام زمان، 1 سال پیش، 10 سال پیش، 5 سال پیش، 2000 سال پیش، 10000 سال پیش معلومات وجود داره و اینمی معلومات در چی ثبت شده یادداشت شده. خب به هر صورت تقریبا 2500 تا 3000 سال قبل از میلاد در اسمیت سرجیکل پاپیروس یا امو ورق‌ها یا امو پوست درختایی که در اون زمان نوشته می‌کردن، یک کتله را در نزد یک مرد یافته بودن، در سیدی یک مرد، که گفتن برای این دیگه یک تداوی وجود نداره و تا با امروز در کشور ما مخصوصا در کشورهای اقلیم نگه داشته شده این اصطلاح مروج است. به هر صورت روز گذشته، هفته گذشته ما شما در مورد پروسیجر خود کانسرها و 4 مرحله دفاعی عضویت در برابر حجره کانسری یا همون چیزی که پیشتر دکتر صاحب گفت که تخریب میشه و ژنوم P53 وجود نداره و این کنترل نمیکنه و دوباره ترمیم نمیکنه، بالاخره یک سرطان به وجود میاد و مراحلش در عکس‌ها دیدین شما. امروز بیاین که حالا امی فیلم ازیره ببینیم. فیلم البته به زبان آلمانی است، منتها زیرنویس دری از این وجود دارن. ببینین و در بعض جایا بریک میزنیم و براتون توضیح خواهد کردم. ببخشین که این فیلم در قسمت نیست که ما خب دو سبا متاسفانه که فیلم از اینجا پلی نمیشه، بعد یا در آخر براتون میمانم یا همین 4 مرحله را که شما در این فیلم دیده بودین. مرحله اول گفتیم که خود حجره است، واحد وظیفه‌ای ساختمانی DNA. در DNA یک نقص به وجود میاد، از ژنوم P53 کنترل میشه و وقتی ژنوم وجود داشته باشه این خودش لیز میشه، از بین میره. مرحله اول دفاعی است. در صورتی که اگر ژنوم P53 وجود نداشته باشه سیگنال هایی را میته بر عضویت که در این یک DNA خراب وجود داره و عضویت میای اسکن میکنه خود مراقبین خود عضویت و از طریق رسپتورهایی که است بالاخره انزایم را که آورده با خود داخل خود حجره میکنه، حجره را از داخل تخریب میکنه و یا بعضا سطح از پروتوپلازم از حجره طور تغییر میکنه که این اسکن صورت نمیگیره و این حجره بالاخره میبره به طرف انقسام از 1 میره 2 از 2 4 از 4 8 به این شکل. بالاخره مرحله سوم دفاعی عضویت که سطح از یک کپسول میپوشانه و بالاخره در اینجا چون هنوز زنده است جزء عضویت انسان است، چی میشه که بر عضویت سیگنال میده که خون برش برسانه، مواد غذایی و بالاخره در مرحله 4
داخل دوران میشه و در یک نقطه دیگه که میرسه این به اصطلاح تومور دومی یا متاستاز میرسونه. بر صورت فیلم من براتون پیدا میکنم دکتر با اینجا متاسفانه که نمیشه پلی نمیشه. خب بعدا مسئله اپیدمیولوژی و وقوعات کانسر از دکتر با اپیدمیولوژی یعنی تعداد واقعات کانسرها باشین که کامرا رو بسته بکنم که صدا درست چیز بکنه. در اپیدمیولوژی و وقوعات از این متاسفانه که در کشور ما کدام احصایه وجود نداره به خاطر از اینکه بانک اطلاعاتی وجود نداره. اما امیدوار هستم که حاکمیت و همچنان شما طبیبان جوان وقتی که در سایه کار داخل میشین مسئله داشتن یک بانک اطلاعاتی در وزارت صحت عامه یک از مسائل بسیار بنیادی و اساسی است بر یک جامعه. من مراجعه کردم به شفاخانه جمهوریت در وقت علی‌آباد که حداقل بر من یک احصایه بدین که کدام کانسرها در مابین افغانستان وجود داره، کدام کانسرها در مابین افغانستان بیشتر است با این 50 سال جنگ و سلاح‌های مختلفی را که استعمال شده از جوانب مختلف. بر من احصایه وجود که دادن نتونست دکتر با یکی از نواقص بسیار بزرگ است. تنها در یکی از مصاحبه‌های دکتر سید فیروزالدین فیروز که وزیر صحت عامه قبلی بود اونها گفتن که 40,000 واقعه ما سالانه داریم در افغانستان که 15,000 از فوت میکنه که من هیچ باور نمیکنم که این احصایه درست باشه، برای اینکه این احصایه به اساس نفوس نظر به احصایه جهانی رو تقسیم کرده و تقریبا 40,000 واقعه اعلام کرده. اما در یک مرکز مراقبت‌های کانسری که به نام SAAR یا انجمن کانسرهای آمریکا است که از 13 مرکز دیگه که در مجموع کشور آمریکا وجود داره این احصایه‌ها جمع میشه، تحلیل تجزیه میشه و بر نشرات جهانی ارائه میشه. در سال 2014 در آمریکا تقریبا 1,665,000 نفر با کانسر مصاب شده بودند. واقع جدید بود که از این جمله تقریبا 585,720 نفر فوت کرده بود. این احصایه کشور آمریکا است. در سالهای بعدی سال 2020 دیده میشه که وقوعاتش هم زیاد شدن و هم وفیات میبینین زیاد هستن. در سال 2022 همچنان وقوعات نظر به سال قبل بیشتره. در سال 2024 باز هم میبینین که وقوعات زیاد شده رفتن، وفیات هم زیاد شده رفتن. اما جالب است که اگر شما این را از نقطه نظر با رشد نفوس و تعداد وفیاتی که نظر به وقوعات کانسر به وجود آمده اگر شما این را مطالعه بکنین میبینین که وفیات کاهش یافته. از سال 2014 تا 2024 تقریبا 4.5% وفیات کاهش یافته. برای اینکه در اینجا نفوس هم رشد کرده در سطح جهانی، نظر به رشد نفوس تعداد وفیات کانسر کمتر بوده. به اون خاطر است که وقتی که شما احصایه بگیرید تقریبا 4.5% این واقعات کاهش می‌یافته. اما اگر نظر به سال 2014 تا 2020 اگر این مقایسه بکنین ببینید در اینجا وقوعات نظر به فیصدی 35% واقعات انسان‌ها در آمریکا کانسر داشته، در سال 2020 33%. یا در مجموع از مجموع کانسرها در سال 2014 35% فوت کرده، در سال 2020 33%، در سال 2022 31% و در سال 2024 3.5%. در مجموع 4.5% واقعات کانسر از فوتش جلوگیری صورت گرفته. علاوه دیده شده که بیشترین وقوعات کانسر، 2/3 واقعات کانسر در سن بالاتر از 65 سال که اجرات عضویت میره به طرف کهولت، خستگی، وقوعات کانسرها دیده میشه. از نظر وقوعات در هر دهه سنی بعد از سن 40 سالگی وقوعات کانسرها بیشتر شده میره. یعنی در دهه 40 آغاز میکنه، در دهه 50 بیشتر میره، 60 بیشتر، 70 بیشتر، دست به این شکل هر قدر که میره به طرف کهولت وقوعات از بیشتر میشه. یا اینطور بگوییم که اما این به یک وجه به این معنی نیست که گویا در نزد سنین پایینتر از 40 سال وقوعات کانسرها کمتر وجود نداره. وقوعات کانسرها دیده میشه اما وقوعاتش کمتر است. یا اینطور بگوییم که تا سن 49 سالگی از هر 24 نفر یک نفر به کانسر مصاب میشه. از 50 تا 59 از هر 16 نفر یک نفر. از 60 تا 69 از هر 8 نفر یک نفر به کانسر مواجه میشه. و در جمعیت‌های بالاتر از 70 یعنی از هر 3 نفر یک نفر به کانسر مواجه میشه. یعنی 33%، 34% به کانسر میتونه مواجه شود. بنابراین به صورت خلاص شما هم قدر بفهمید که قدر که سن بالا میره وقوعات کانسر هم بیشتر شده میره. البته ارقام جهانی احصایه‌های جهانی که وجود داره کانسرهای جلدی، ملانوم ها، کانسرهای کبد، کانسرهای غده تیروئید در هر دو جنس در مرد و زن این وقوعات بیشتر میتونه دیده شود.
آخرین تحقیقاتی که در این زمینه وجود داره، تقریبا تحقیقات که از 1 ماه 2 ماه پیشتر است، دیده شده که در سرطان‌های پروستات در یک تحقیق در سوئیس صورت گرفته، پروستات هایی که در استیج 4 متاستاتیک بوده هم پیشرفتهش با وجود استیج بالای از مرگ و میر تقریبا کاهش یافته و زمان حیاتیت بعد از مصاب شدن با کانسر و تداوی کانسر تقریبا 10 سال است که واقعا عدد بسیار بالایی است. و یا مثلا دیده شده در کانسرهای پانکراس واکسن پاتوژن سیموبران تقریبا سیستم معافیتی عضویت به صورت پایدار ارتقا داده و در وفیات کاهش به وجود آمده. یا مثلا در کانسرهای جوف فم زرق دوز بسیار کم نیولیماب سبب میشه که تقریبا 60% کتله خود تومور کاهش بیافته. جالب است بگید. یا مثلا تحقیقات اخیری که صورت گرفته از نظر احصایی و از نظر اپیدمیولوژی دیده شده که دود آتش‌سوزی جنگل ها که در کشورهای امریکا و اروپایی و کشورها در وقت تابستان یا صورت میگیره، دیده شده که خطرات کانسر ریه، کولون، کانسر سیدیم، مثانه و کانسرهای خون بالا برده. این همه از این احصایه ها و تحقیقات جدید است که در این رابطه کمک میکنه بر وقوعات و اپیدمیولوژی خود کانسرها که تحت کنترل قرار بگیره. تقریبا احصایه ها نشان داده که 44% کانسرها نزد ذکور و 38% نزد اناث به وجود می آید. در آمریکا خب احصایی که پیشتر براتون گفتم، در آمریکا تقریبا دیده شده که بیشتر گفتم که وقوعات امروز از هر مثلا کانسرهای سیدی از هر 4 نفر یک خانم با کانسر سیدی مصاب است. از هر 4 خانم 25%. با اون خاطر چیزی که برای ما بسیار مهم است این است که ما بفهمیم که چگونه میتونیم از مرگ و میر از اینا مراقبت بکنیم و کاهش پیدا بکنه. در آمریکا بعد از امراض قلبی کانسرها دومین علت مرگ و میر تشکیل میده. بعد از سن 85 سالگی اولین درجه را به خود اختصاص داده. در کانسرها در کشور کانادا مرگ و میر قبل از امراض قلبی را داره، یعنی در ردیف اول قرار داره. در کشور ما بنابر موازیری که وجود داره که ما چون احصایه نداریم نمیفهمیم که آیا در کدام سطح این مرگ و میر میتونه وجود داشته باشه. کانسرهای پروستات، کولون، سیدیه و ریه در اروپا و آمریکای جنوبی بیشتر از برای که در کشورها از هورمون‌ها و مواد غذایی مصنوعی و اینا استفاده میکنن، مسائل الکل و مسائل دود تنباکو اینا فوق‌العاده بالاست. و در کشورهای مثل افغانستان یا کشورهای آسیایی کانسرهای کبد و کانسرهای عنق بیشتر از یک احصایه است که کشور آلمان در سال 2022 ارائه کرد، تحقیق که انجام داد، دیده شد که کانسرهای کبد برابر نگهداری نادرست مواد غذایی یک بنابر مصاب شدن به هپاتیت های بی و سی این وقوعات زیادتر هستند. و همچنان کانسرهای عنق رحم به خاطر وقوع بیشتر یا موجودیت بیشتر هیومن پاپیلوم ویروس در عنق رحم به اون خاطر وقوعات از در و افزایش نادرست صحی اکثرا سبب از این وقوعات میتونه شود. ما چگونه میتونیم که خب در این شما میبینید در جدول سال 2017 کانسرهای پروستات، ریه و کولون در نزد مردها، کانسرهای سیدیه، ریه و کولون در نزد خانم‌ها بیشتر بودند. در حالی که تا یک قرن پیشتر کانسرهای ریه اصلا در احصایه نمی آمد. در سطح کل جهانی شاید که 140-150 واقعه کانسرهای ریه وجود داشته. اما در قرن اخیر به شکل اپیدمیولوژیک با وقوع پیوست که علت عمده از مصرف زیاد الکل، مصرف زیاد دود تنباکو اینا است که فابریکاهای مشخص سیگرت و پایپ و اینا در کشورهای ما چلم و اینا سبب شده که این حادثه به شکل
بسیار سریع رشد بکنه و امروز از جمله واقعات است، از جمله کانسرهایی است که در ردیف دوم از نظر وقوعات خود و از نظر وفیات شما می‌بینید در ردیف اول قرار دارد. از نظر وفیات در نزد مردان بعد از ریا کولون و در ردیف سوم پروستات و در نزد خانم‌ها بعد از ریا سیدیا و کولورکتال وقوعاتش دیده میشه. این احصایی سال 2017 است، اما ببینیم تغییرات را در سال 2020 میاد، 3 سال بعدش. در اینجا متوجه شدیم که کانسر پروستات از نظر وفیات در ردیف سوم قرار داره، اما در احصایی سال 2020 شما میبینید که کانسر پروستات از نظر وفیات در ردیف دوم قرار داره. در ردیف سوم کانسر کولون، اما از نقطه نظر وقوعات خود این وقوعات هنوز هم به اون شکل باقی مونده. احصایی سال 2022 را اگه ببینیم بازم پروستات، ریا و کولون در نزد مردها و در نزد خانم‌ها سیدیا، ریا و کولون، اما از نقطه نظر وفیات شما می‌بینید که کانسرهای ریا، کانسرهای پروستات و کولون نزد مردها، کانسرهای ریا، سیدیا و کولون نزد خانم‌ها هستند. احصایی سال 2023 را ببینید همچنان به حال خود باقی مانده که احصایی سال 2024 2025 هم یا سال 2024 است فکر می‌کنم. احصایی سال 2024 است بله، که در اینجا هم وقوعات کانسر پروستات، ریا و کولون در نزد مردها، سیدیا، ریا و کولون در نزد خانم‌ها و در نزد مردها ریا، پروستات و کولون سبب وفیات میشه و در نزد خانم‌ها ریا، سیدیا و پانکراس فعلا در ردیف سوم در اخیر قرار گرفته. در سال 2024 در کولون در ردیف چهارم در نزد خانم‌ها هستند. در اینجا ببینید وقوعات در نزد در سطح جهانی می‌بینید کانسرهای ریا در نزد مردها فوق‌العاده بالا هستند در کل سطح جهان، کانسرهای پروستات و کانسرهای کولون، و در نزد خانم‌ها ببینید کانسرهای سیدیا، کانسرهای کولورکتال و کانسرهای ریا. یعنی کانسرهای ریا در اینجا در ردیف سوم در سطح جهانی قرار داره. احصای قبلی را که گفتم احصایی است که در خود آمریکا به اون سطح میتونه وجود داشته باشه و کانسرهای اونکرهم در ردیف چهارم هستند. با تداوی هایی که با وجود آمده در رابطه با کانسرهای کولون در مجموعه کانسرها شما میبینید که از سال 1930 تا 2020 وقوعات ببینید اینجا. وقوعات وفیات کانسرهای ریا این خط که اصلا کورو که اصلا میبینید در سال 1930 بسیار کم، شاید که بسیار کم واقعاتش بوده، اما در سالهای 1990 میبینید که به پیک خود رسیده، فوق العاده وفیاتش تقریبا در حدود 80% رسیده و پس دوباره با تداوی‌های صورت گرفته امروز تقریبا وفیاتش در حدود پایین‌تر از 40% وفیات از است. یا مثلا کانسرهای معده را ببینید، در سالهای 1930 وقوعاتش بالاتر از 40% بوده وفیاتش در نزد مردها، اما در سال 2020 می‌بینید که کانسرهای معده تقریبا به صفر تقرب کرده. و همینطور کانسرهای پروستات هم می‌بینید، کانسرهای پروستات وقوعاتش پایین‌تر، وفیاتش پایین‌تر از 20% بود و تقریبا امروز هم در این حدود قرار داره. وفیات در نزد خانم‌ها ببینید، کانسر ریا مثل مردها در سال 1930 وفیاتش کاهش داشت، اما در سال‌های 2000 یا 1995 می‌بینید که به پیک خود رسیده و امروز بازم پایین یافته، اما بالاتر پایین آمده، اما وفیاتش بالاتر از 20% است. مثلا کانسرهای سیدیا را ببینید، کانسرهای سیدیا در سال‌های 1930 تقریبا وقوعات در حدود 30% بوده، اما امروز وقوعات کانسرهای سیدیا، وفیات کانسرهای سیدیا در نزد خانم‌ها پایین‌تر از 20% دیده میشه. این نتیجه از این است که یعنی نتایج فوق‌العاده خوب است و تداوی‌های کانسر نتیجه داده. و امروز او مسئله که در سال 2500 یا 3000 سال قبل از میلاد میگفتن که این امراض تداوی برای هیچ گونه تداوی وجود نداره، ما میبینیم که نه تداوی وجود داره و دیده میشه. در مجموع کانسرها اگر ببینید وقوعات کانسرها در سطح جهانی، کانسرهای سیدیا، کانسرهای ریا، کانسرهای کولورکتال و کانسرهای پروستات در 4 گروه اول قرار دارند. وقوعات کانسرهای سیدیا در رشد مجموعی جهانی در ردیف اول قرار دارند. از نقطه نظر وفیات ببینید، کانسرهای ریا در سطح جهانی در ردیف اول قرار دارند، کانسرهای کولورکتال در ردیف دوم، کانسرهای کبد در ردیف سوم و کانسرهای معده در ردیف چهارم و کانسرهای سیدیا در ردیف پنجم است. البته شاید از این طور بگرده که پیشتر دیگه چیز میگفتم، من نه، احصایه پیشتر از یک کشور آمریکا بود، اما این احصایه از مجموع نفوس جهان است که شما میبینید که وقوعات با هم تفاوت دارند و وفیات تقریبا اگر شما احصایه بگیرید از مجموع 19 میلیون نفر که با کانسر مصاب میشن، تقریبا 9 میلیون از این فوت میکنن که یک احصایه تقریبا 51.6% وفیات نشان میده برای ما. خب
44% مردا. دومین علت مرگ در کانادا گفتیم که کانسرها اولین علت مرگ تشکیل میده در سال 2012 سال است. البته ماینات اسکرینینگ میتونه این وقایع مثلا در کانسرهای کولورکتال، کانسرهای سیدیا و کانسرهای پروستات برای ما کمک بکنه. در کانسرهای سیدیا ماموگرافی که باید اجرا شود، در کانسرهای کولونوسکوپی و در کانسرهای پروستات معاینه PSA میتونه که برای ما کمک کننده باشه. اما جالب است که آخری یک موضوع تحقیقاتی را که من فقط چند روز قبل خواندم در مورد مطالعه PSA در کانسرهای پروستات بود که تاکنون چنین تصور میشد که هر کسی که PSA پروستات اسپسیفیک آنتیژن ازی بلند بود، این ما یک بیوپسی از پروستات میگرفتیم. اما تحقیق اخیری که در تقریبا 2 ماه قبل یا 1 ماه قبل نشر شد نشان میده که تنها معاینه PSA کفایت نمیکنه بر تثبیت کردن یک کانسر پروستات. بنان امروز ما چی میکنیم؟ کسی که PSAش بلند است عاجل روان میکنیم بر معاینه تصویربرداری، معاینه MRI، و در MRI ما میتونیم که ببینیم دقیق تثبیت بکنیم که کدام کتله در پروستات وجود داره یا نداره. بعد از اینکه اگر تثبیت کردیم که وجود داره پیش مریض یک بیوپسی میکنیم. در این مطالعه که صورت گرفت دیده شد که در 25% واقعات نزد مریضا PSA بلند نبود از حد نرمالش، اما کانسر پروستات داشته مریض. بنان امروز نمیشه که تنها معاینه PSA یک معاینه قابل اعتماد بر کانسرهای پروستات باشه. بنان معاینه اسکرینینگ، معاینه کنترلی از جمله معاینات هست که بسیار با اهمیت است که مثالش روز گذشته براتون گفتم که هدف از معاینه یک کتله از مردم است به خاطر از اینکه ما بتونیم از بین از این کتله واقعات مشکوک جدا بکنیم و افراد سالم جدا بکنیم یا افرادی که در معرض خطر قرار دارند. در 20 سال اخیر دیده شده که واقعات کانسرهای کولورکتال، کانسرهای سیدیا در اوناس و کانسرهای ریه در ذکور تقریبا 30% کاهش یافته. و با وجود تمام از این پروبلمی که در رابطه با پروستات وجود داشت، احصایه‌های اخیر نشان میده که 40% کاهش در کانسرهای پروستات هم دیده شده با معاینات با معاینات اسکرینینگ از پیشرفت جلوگیری صورت گرفته. البته کاهش کانسرهای ریه با تبلیغاتی که صورت گرفته در رابطه با دود تنباکو، یعنی جلوگیری کردن از دود تنباکو، از دود موتورهای دیزل یا با مسائل تبلیغاتی توانستن که کاهش بدن. اما کانسرهای سیدیا و کانسرهای کلون و کانسرهای پروستات کاهشش ناشی از تشخیص زود هنگام به مرض است که با معاینه اسکرینینگ توانستیم که ما زود واقعا را تشخیص بکنیم و به تداویش آغاز بکنیم. 5 کانسر که خب گفتیم معاینه اسکرینینگ که جدا کردن افراد سالم از افراد معروف است و 5 کانسر که در نزد مردها بیشتر دیده میشه: کانسر پروستات، کانسر ریه، کانسر کولورکتال، معده و کبد. تا سال 2017 همین احصایه بود. اما تحقیقات را که در بعد از سال 2017 رونمایی شد یا اعلان شد نشان میده که به عوض کانسرهای معده که کاهش یافته و کانسر کبد که کاهش یافته، کانسر مثانه و کانسر جلدی در ردیف 4 و 5 قرار گرفته. در نزد خانم‌ها کانسرهای سیدیا، ریه، کولورکتال، اوکراین و معده تا سال 2017 بود، اما امروز کانسرهای به عوض کانسرهای معده کانسرهای غده درقی بیشتر شده وقوعاتش. خب میزان شیوع کانسرها نظر به کشورها متفاوت است. در پیشتر هم گفتیم در کشورهای اروپایی کانسرهای ریه، کانسرهای کولون، کانسرهای سیدیا و اینا واقعاتش بیشتر است. اما در کشورهای اقلیم نگهداشته شده برخلاف کانسرهای کبد و کانسرهای اوکراین بیشتر بوده. اما به هر صورت چیز دیگه که از نظر اپیدمیولوژی باید که شما بفهمین، خب وفیات ها متفاوت در کشورها. شیوع کانسرهای کبد نزد مردها فوق العاده بیشتر است، در ردیف 5 قرار میگیره، در نزد خانم‌ها در ردیف 7 است. اما عواملی که سبب به وجود آمدن کانسرها میشه از نظر وقوعاتش، یکی از اون عوامل محیطی است. در محیطی که ما زندگی میکنیم، از صنف درسی ما گرفته تا محل کار ما، تا مواد غذایی که ما صرف میکنیم، مواد نوشیدنی که صرف میکنیم، دود موتورهای دیزل، کثافت هوا، همه از اینا
در وجود آوردن حجرات کانسری نقش داره. این مواد نوشیدنی که مواد کیمیاوی با خود داره، مثل جنسنگ است که مثلا که نامایش هم شکر نمیفهمم، برای که نمیخورم من، همه از اینا در وجود آمدن کانسرها نقش داره. آلودگی با مواد کیمیاوی این احتمال داره که موتیشن ژنتیکی را در حجرات فعال بسازه و در نتیجه حجره تخریب درش ایجاد شود و بره به طرف کانسری شدن. بنابراین افرادی که در نزدیکای محلات یا معادن که مواد کیمیاوی داره، رادون داره، طلا داره، سیلیسیوم داره، در اینجا کار میکنه، زغال سنگ، خطر بروز کانسرهای پیش از اینا بالا است. مصرف الکل بیشتر سبب کانسرهای جوف فم، حنجره، مری، کبد و پانکراس میشه. اما تا به حال تاثیرات الکل برای وجود آمدن کانسرهای معده کدام تحقیق صورت نگرفته. خیلی وقتا که در کشور ما ممنوع است و کس صرف نمیکنه و به خاطر وقوعات کانسرهای جوف فم، مری، حنجره و اینا هم ممکن است کمتر باشه. آلودگی هوا نقش بسیار متبارز در وجود آمدن کانسرهای ریه داره. چیزی که بسیار مهم است و امروز سرش تاکید میکنه، مواد مخدر تاثیرات خود را داره، ظرفیت نادرست و این که تمام افرادی که مواد مخدر میگرفتن، افرادی که در زیر پلها خواب بودن، کار بسیار عالی شده که در مومن یک شفاخانه اینا را جمع کردن و متاسفانه با عمله جنایتکارانه کشور چپاولگر پاکستان که نامش اصلا جعلی است، با بمباردمان کرد تعداد زیاد از این هموطنهای ما شهید شدند. یکی از مسائل دیگه که بسیار مهم است که شما میفهمید که بر انقسام حجروی انرژی ضرورت است و از همین خاطر است که کسایی که مرض قند دارن یا شکر دارن و کسایی که شحمی هستند پیش از اینا خطر بروز کانسرها بالا است. برای اینکه شحم و قند هر دوی از انرژی تولید میکنه و هر قدر که انرژی زیادتر باشه حجره انقسامش سریعتر میشه. کانسر چی است؟ انقسام سریع حجرات است. اما میتوز را که شما خواندید، تحقیقات نشان داده که حجرات کانسری 94 آخذه قندی داره که مقدار قند خون بیشتر جذب میکنه و سریع انقسام میکنه، در حالی که حجرات نرمال 4 آخذه قندی داره. علاوه در تحقیقات دیده شده که موادی که کلسیم داره، این لبنیات بسیار طبیعی که در کشور ما و شما وجود داره، نعمت خداوندی، دارای کلسیم است، در کاهش و جلوگیری از کانسرها نقش بارز داره. یک تحقیق در سال 2019 در کشور اسپانیا صورت گرفته بود. و یا اینکه ترکاری بابه که برگ سبز داره که روز گذشته هم گفتم، در کاهش وقوعات کانسرها نقش بسیار متبارز داره که از این نعمات باید که شما استفاده بکنید. یکی از مسائل بسیار اساسی که در وجود آمدن کانسرها نقش داره مسئله اشعه هستند. شما میفهمید که یکی اشعه ماورای بنفش است و یکی اشعه ایکس هست. هر دو از این اشعه میتونه سبب به وجود آمدن کانسر، مثلا کانسرهای جلدی نزد افراد شود. بمباردمان جنایتکارانه آمریکا در هیروشیما و ناگاساکی تا هنوز کسایی که در زندگی میکنن با این خطرات کانسر مواجه هستند. علاوه بر انتانات باکتریایی که هستند و ویروسی، تئوری اینطور است که میگن هر جا که تخریش دوامدار وجود داشته باشه زمینه را مساعد میسازه بر وجود آمدن کانسرها، با وجود آمدن یک حجره کانسری. بنان نزد افرادی که کولیت اولسروز داره یا اولسراتیو کولایتس داره، اگر این اولسراتیو کولایتس تداوی نشه و حملات اولسراتیو کولایتس سالانه نزد مریض مصاب بسازه، حملاتش بیاید، خطر از این وجود داره که بعد از 10 سال نزد از این مریض کانسرهای کولون به وجود بیاید. یا کسایی که هیومن پاپیلوم ویروس دارن در عنق رحم و این تداوی نمیشه، خطر بروز کانسرهای عنق رحم پیش از این متصور هستند. یا مثلا کسایی که هپاتیت ویروسی A و ویروس B و C کبدی را داره، هپاتیت ویروسی را داره، خطر بروز کانسرهای کبد پیش از اینا بعد از 15 سال تا 30 سال خطر بروز کانسر کبدی پیش از وجود داره. بنابراین او کسایی که هپاتیت سپری میکنه باید که تحت مراقبت جدی قرار داشته باشه و سالانه حداقل مارکر الفا فیتوتوکسین پیش از اینا معاینه شود.
مرضی که علاوه بر مواد غذایی که با افلاتوکسین آغشته میباشه سبب بروز خطرات کانسرهای کبد میشه. بنابراین یکی از تجارب بسیار قیمت‌بایی که تا کنون در این موارد به وجود آمده در برابر ویروس ها و اینا مسئله واکسیناسیون است که واکسیناسیون در برابر ویروس ها میتونه که نقش بسیار متبارز را داشته باشه. از همون خاطر است که WHO در کشورهای آفریقایی و کشورهای آسیایی غریب که است توصیه میکنه که واکسیناسیون هپاتیت B نزد اطفال باید که صورت بگیرد تا از مصاب شدن به کانسر کبدی اینا بعدا جلوگیری شود. فاکتورهایی که بر کانسرها مساعد هستند و سازمان WHO هم ایرا تثبیت کرده: دود کردن، دود تنباکو، چه در سیگرت، چه در پایپ، چه در چلم، همین از اینا میتونه که سبب به وجود آمدن کانسر ریه شود. در دود تنباکو 7000 ماده کیمیایی وجود دارد که از این 70 نوع ماده کیمیایی از این کانسروژن هستند. کانسروژن یعنی سبب به وجود آمدن کانسر میشه. بنابراین کسایی که به صورت اکتیو یا فعال تنباکو را دود میکنن خطر بالای بروز کانسر ریه پیش از اینا وجود داره. و کسایی که به صورت پاسیو دوستا و رفیقای سیگارتی دارن یا در محیط خانواده سیگارت دود میکنن یا چلم میکشن، تقریبا 8 برابر افراد سالم از این خانواده نظر به افراد نرمال جامعه با کانسر ریه میتونن مصاب شون. بنان یا سیگارت ترک بکنین و یا رفیقای سیگارتی رو ترک بکنین. خوب توصیه براتون میکنم که یا سیگارت رو ترک بکنین و یا اینکه رفیقای سیگارتی دارن. مسئله شامی بودن بیشتر براتون گفتم که یکی از فاکتورهایی است که میتونه با وجود بیاره. و علاوه در تحقیقاتی که در اینستیتوت رابرت کوخ و اینستیتوت رابرت کوخ آمریکا صورت گرفته دیده شده که حجرات پنت که در قسمت‌های غشای مخاطی کلون دیده میشه سبب تخریب از این حجرات پنت میشه. علاوه ظرفیات آلوده، بیشتر براتون گفتم آلودگی هوا، کمتر متحرک بودن. تئوری که امروز وجود داره این است که میگه هر شخص هفته 3 بار حداقل نیم ساعت باید که سپورت بکنه. باید که دقیقاً در این مورد باید توجه صورت بگیره. مسئله اساسی دیگه مصرف الکل است. روابط جنسی ناسالم، تعدد زوجین، همین از اینا در وجود آمدن کانسرهای عنق رحم رول داره. مصرف اندک میوه‌جات و سبزیجات. امروز توصیه میکنن که حداقل 1/3 مواد غذایی تا در 24 ساعت باید که میوه‌جات و سبزیجات باشه. مثلا این میوه‌جات و سبزیجاتی که بسیار طبیعی در کشور ما و شما وجود داره. علاوه دود ناشی از مواد سوخت، دود جنگل و ایگاپا هم میتونه تاثیرات خود داشته باشه. آخری تحقیقاتی که در کشور آلمان صورت گرفت ما به این نتیجه رسیدیم که اگر ما دود کردن، مصرف الکل و اضافه وزن شدن زیر کنترل داشته باشیم، ما حداقل از هر 10 واقعه فوتی کانسر 4 واقعه از این میتونیم که محافظت بکنیم. این تحقیقی بود در سال 2018 در آلمان صورت گرفت. و یکی از مؤلفین که به نام پاولینی، رئیس اینستیتوت دود کردن، مصرف الکل و شامی بودن، چاق شدن، این 3 فاکتور اگر ما کنترل کردیمش تقریبا 40% واقعات کانسر کاهش یافته. 40% واقعات بسیار زیاده هستند. و پاولینی رئیس انجمن حفاظت شعاعی آلمان این یک کار تحقیقاتی را انجام داد در رابطه با رادون. در آلمان وقتی که یک ساختمان آباد میکنن به این شکل است که در قدم اول تمام مواد ساختمانی را در زیرزمینی یا در تاکوی به اصطلاح جمع میکنن و از اونجا ساختمان را آغاز میکنن. پاولینی در تحقیق خود یافت که در 5% وفیات کانسرهای ریه ناشی از همین شعاع رادون است که در زمان ساختمان از مواد ساختمانی در اتاقهای استراحت افراد انتقال میکنه و بعدا سبب وجود آمدن کانسرهای ریه میشه که یک کار تحقیقاتی بود. در آگوست 2019 این تحقیق شد. سازمان سی جهان هم شما میبینید در اینجا که عمدتاً سیگارت کشیدن در جمله خطرات گرفته، رژیم صحی، مواد غذایی صحی، شیر دادن طفل کاهش میده کانسرهای سیدیره، واکسیناسیون کاهش میده، دوری از نور آفتاب مثلا در کشورهای اروپایی کاهش میده، اما اکثرا که در لب دریا میرن از شعاع نور آفتاب استفاده میکنن، کانسرهای جلدی فوق العاده زیاد هستند. آلودگی هوا خطر بالا میبره، سپورت میتونه کاهش بده،
استفاده از مواد مخدر وقات بالا میبرن و در پروگرام‌های آزمایشی همین پروگرام درسی که شما دارین خود از این در کاهش وقات کانسر میتونه نقش خود داشته باشه. چیزی را که شما آموزش دیدین میتونین که بر دوستایتان، اقاربتان، فامیل، هموطنایتان انتقال بدین. میتونین که در کاهش کانسرهای مدمی کانسرها شما هم نقش بارز داشته باشید. یکی از مسائل اساسی دیگه که در وجود آمدن کانسرها نقش داره مسئله بیولوژی و ژنتیک کانسرها است. البته بخش بیولوژی و ژنتیک یک بخش نسبتا مغلق است، اما بعض مسائل ابتدایی را باید در این مورد بفهمید که ژن یک کلمه فرانسوی است که مسئول واحد مولکولی وراثت از یک نسل به نسل دیگه است. خصوصیت‌های ارثی را از یک نسل به نسل دیگه انتقال میده. بنابراین پس شما میخوانید که بعض ژن‌های از که سبب به وجود آمدن کانسرها میشه، اگر اون ژن‌ها در نزد والدین وجود داشته باشه میتونه کانسرها از والدین به اطفال انتقال بکنه. این که باز چی بکنین در این مورد بعداً در این مورد توضیحات مفصل خواهد دادیم. اما عمدتاً از نظر ژنتیک 6 تغییر در ژن‌ها به وجود میآید که 6 تغییر میتونه سبب به وجود آمدن حجرات کانسری شود. این 6 تغییر کدام تغییرات هستند؟ اول، حجرات بر نشونمای خود، بر رشد خود سیگنال هایی رو دریافت میکنه که در حالت آنکولوژیک یا سرطانی شدن این سیگنال ها رو از دست میدن. حجرات وقتی که به کولت میرسن سیگنال های به وجود میاد که یا از بین میبرن یا اپوپتوزیس یا مرگ حجروی رو به وجود میارن. مرگ حجروی یا اپوپتوزیس که در اینجا این سیگنال ها وقتی که وجود نداشته باشه اپوپتوزیس یا مرگ حجروی به وجود نمیاد و بنان حجره به حال خود باقی میمونه. و مسئله دیگه از نظر ژنتیکی انقسام بدون محدودیت، انقسام بسیار سریع حجره است. شما مسئله میتوز میفهمین که یک حجره است در مرحله سنتیتیک، یک حجره دوپلیکیشن کروموزوم درش صورت میگیره به این شکل و بعدا یک حجره به دو حجره تقسیم میشه و هر کدام از این پس دوباره دوره تکمیل کرده میره. بنان اگر این حجره در یک تخریب وجود داشته باشه و این اصلاح نشه، شما میبینید که به دو حجره تقسیم میشه، دو حجره خراب باز دور میکنه، 4 حجره خراب میشه، 4 حجره خراب، 8 حجره خراب، 8 هم تو 16 32 و این ادامه پیدا کرده میره. و مسئله اساسی دیگه وقتی که این تغییرات به وجود میاد، آنژیوژنز هم در اینجا مسائل ژنتیکی تحریک میکنه که آنژیوژنز یعنی اولیه جدیده در خود از این کتله به وجود بیاید که را تغذیه بکنه. و از این خاطر است که جراحای آنکولوگ از عملیات‌های آنکولوژی میترسن برای از اینکه تومور خبیث فوق العاده ویایی است و خون دهنده است. و مسئله آخر بالاخره با وجود آمدن آنژیوژنز اما خصوصیت تهاجمی است که این هم ژنتیک میتونه تامین بکنه. این 6 خصوصیت عمدتاً در عضویت به وجود میاد. شما در اینجا میبینید که وقتی که در مرحله تهاجمی میرسه، مثلا کانسر سیدیا میتونه به دماغ، میتونه به عظام، میتونه به ریه و میتونه به کبد متاستاز بده. کانسرهای ریه میتونه میبینید که به دماغ، به عظام و بالاخره به قسمت‌های غده ادرنال میتونه متاستاز بده. خب مسئله مهم در اینجا چی است که شما میفهمید که یک طرف حجرات انقسام کرده میره، رشد میکنه، موتیشن داره و از جانب دیگه یک تعداد حجرات میموره، از بین میره. اگر اینمی انقسام و اینمی مرگ حجروی در حالت توازن باشه، چیزی گپی صورت نمیگیره. گپی که امیال در عضویت هر کدام ما شما جریان داره. مثلا جلدتان همیشه حجراتش نشونما کرده میره، حجرات تازه به وجود میاد و شما وقتی که در حمام میرین و یا در تشناب اینا کیسه میکنین خدا به اصطلاح آمیانه پلتا پلتا چرک که میبراید، خود از این حجرات مرده جلدیتان است که از بین میره. یا در غشای مخاطی با مواد غایطه یک مقدار زیاد حجرات مرده خارج میشه. بنان هرگاه اینمی توازن که تحت کنترل عضویت است اگر بر هم بخوره میتونه که یک کتله تومورال به وجود بیاد. یعنی اگر انقسام سریع شود، مرگ حجروی به حالت خود باقی بمونه. یک حالت. اگر انقسام سریع شود، مرگ حجروی کمتر شود، حالت دوم. و اگر انقسام بالا خود باشه و مرگ حجروی صورت نگیره، حالت سوم است که میتونه سبب به وجود آمدن کانسر شود.
مراحل که از نظر ژنتیکی یک تومور به اصطلاح تعقیب میکنه، در اینجا شما در مرحله اول مرحله میتوز و میوز است، مرحله پروفاز، بعد از او مرحله متافاز، مرحله آنافاز و مرحله تلوفاز است که شما در این تصویر بسیار خوب میبینیدش. میبینیم در انقسام آغاز کرده، کروموزوم آهسته آهسته میره به طرف مرحله پروفاز خود، دوپلیکیشن میکنه، بعدا در مرحله متافاز در وسط قرار میگیره در حجره، در مرحله آنافاز با دو پول یا دو قطب تقسیم میشن و بالاخره در مرحله تلوفاز میره به طرف انقسام حجروی که هر کدام از این کروموزومایی که وجود داره بالاخره در یک حجره جابجا میشه و این دوباره اینمطور مسیر تعقیب کرده میره. در اینجا شما ببینید در این فیلم همین مرحله انقسام حجروی را بسیار خوب به صورت حقیقی میتونید که ببینید. میبینید در اینجا آهسته آهسته کروموزوم ها دوپلیکیشن میکنه، در وسط قرار میگیره، با دو پول میرن و آهسته آهسته سیتوپلازم و پروتوپلازم خود حجره آهسته آهسته چی میشه؟ جدا میکنه، خود یک حجره دو حجره رو جور میکنه. هر دو حجره دارای کروموزوم هم است. تمام ساختمان‌های حجروی که هست به این شکل در هر حجره میتونه وجود داشته باشه. با تکرار ببینید میشه. خب البته تغییرات ژنتیکی چندین تغییر است که عمدتاً این تغییرات مرحله اینیشیال است، مرحله ارتقایی، مرحله پروگرشن و مسئله متاستاز است. در اینجا شما میبینید در مرحله اینیشیشن تنها انقسام حجروی در مرحله اینسیتو است، بعد در مرحله پروموشن آهسته آهسته تشکل اویه است، در مرحله پروگرشن تومور با اویه ساخته میشه و بالاخره در مرحله متاستاز که اویه داخل خود تومور قرار میگیره و متاستاز به ایدر میتونه. هرگاه این ژن ها که پیشتر گفتیم فعال شوند به نام آنکوژنیات میشه. یعنی ژن هایی که با یک حادثه تومورال سر و کار داره به نام آنکوژنیات میشه. اگر وظیفه خود از دست میده ژن های اینهیبیتور یا ژن های نهی کننده و اگر با حالت نرمال می باشه به نام پروتو آنکوژن میتونه یاد شود. اما متوجه باشید که در مرحله که فعالیت خود از دست میده یا وظیفه خود از دست میده یا فعال میشه یا وظیفه خود از دست میده، هر دوی از این حالت میتونه که در تشکل به وجود آمدن یک کتله کانسری نقش خود را داشته باشه. میتونه کانسر از یک حجره و تعداد حجرات تخریب میشه و این تخریبات را که تا رسیدیم میتونه به وجود بیاید و زمانی که موتیشن ژنتیکی با این علاوه میشه میره به طرف کانسری شدن. تعداد موتیشن ها میتونه 4 تا 5 باشه و این موتیشن بر یک تومور سلیم میتونه که یک موتیشن هم کفایت میکنه. دوره حجروی را پیشتر گفتم که 4 مرحله داره که مرحله گیاک است، مرحله اس است، مرحله گیدوس، مرحله ام است که مراحل امش میتوتیک و مرحله اسش ستیتیک است. در این تصویر ببینید بسیار تصویر جالب هستی. شما در اینجا میبینید که یک حجره خراب شده را در اینجا میبینید. این حجره انقسام میکنه به دو حجره، چون این حجره خراب شده مالگنان تسی حجره. این حجره مالگنان دو حجره را میسازه. هر کدام از این انقسام میکنه 4 حجره را میسازه. 4 بالاخره 8 حجره را میسازه. 8 بالاخره 16 حجره را میسازه. این انقسام کرده میره و در انقسام 20 شما در این انقسام میبینید در انقسام 20 به 1 میلیون حجره تقسیم میشه. این در انقسام 30 شما میبینید به 1 بیلیون حجره تقسیم میشه. این 1 بیلیون حجره خراب شده یعنی یک کتله. اما در انقسام 40 ببینیم همین یک حجره که انقسام بکنه 40 بار اگر انقسام بکنه به 1 تریلیون حجره تقسیم میشه که 1 تریلیون حجره تقریبا 1 کیلو وزن داره و به این شکل پیشرفته میره. بنابراین یک حجره خراب شده اگر در مراحل مختلفه مراقبت نشه و زیر تشخیص نشه بالاخره در انقسام 40 خود به 1 کیلو وزن میتونه بگیره. این انقسام حجروی نظر به حجرات، نظر به نوعیت کانسر متفاوت است از نظر زمانی خود. برای اینکه حتما این سوال پرسان میکردیم که در چقدر مدت ای به وجود میاد. از نظر زمانی این میتونه متفاوت باشه. خب مسئله دیگه آنکوژن ها و یا ژن های فعال است که همین ژن هایی که سبب به وجود آمدن امراض
کانسری میشه. این رو میگذاریم بر لکچر بعدی و میپردازیم به سوالات که اگر سوالات وجود داشته باشه من در خدمت شما هستم. زنده و سلامت باشید استاد گرامی. هزینه خیالیتان سپاس. محصلینی که سوال دارن شما دستتان بالا میکنیم، ان شاء الله همکاران ما مایکتان باز میکنه و میتونید سوالاتتان مطرح کنید. همکاران گرامی، نخست آغاز میکنیم از بانو مسکا. مایک بانو مسکا را باز کنید تا سوالشان از استاد گرامی مطرح کنید. سلام استاد محترم، خسته نباشید. زنده باشید. بفرمایید. استاد محترم، امی در بحث تومور که شما عرض کردید، اگر امی از شخص که در کبدش تومور باشه، اگر اینمی کبد خود به کلا چینج کنه، آیا پس به اون حالت سابق خود برمیگرده و یا خیر بعض مشکلات یا برش میمونه یا نه برش ایجاد خود شد؟ دکتر صاحب خب سوال گفتیم کسایی که مصاحبه میکنن که سوال بسیار سوال خوبه است. به هر صورت در چند مسئله رو میخوایم براتون توضیح بکنم. اولی که در کبد میتونه دو نوع تومور باشه. یکی تومورای خود کبد است، یعنی کانسر خود کبد است، و یکی کانسرهای متاستاتیک است که در کبد میآید. اگر کانسر متاستاتیک باشه، یعنی از یک عضو دیگه آمده باشه، شما که کبد رو تعویض بکنین بازم میآید. او تداویش به شکل دیگه است که بعداً در موردش خواهد گفتیم که کمک نمیکنه. اگر تومور در خود کبد باشه، شما تعویض بکنین یا ترانسپلانتیشن کبد بکنین، در این صورت بازم مربوط به این است که آیا عجلات کانسری در داخل دوران وجود داشته یا نداشته. اگر وجود داشته باشه خطر بروز دوباره سرطان پیش از این وجود داره. اگر نداشته باشه در داخل دوران، یعنی در مراحل ابتدایی کانسر کبدی این تشخیص شده، کبد کاملا برداشته شده، در این صورت خطر متوجه از این نمیتونه باشه.